وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال الله سبحانه وتعالى في شأن حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. ایک تذکر توجه بفرمایید عزیزان که همون گروه که خاص اینجا و فیلم برداری میکنن، بقیه برای رعایت نظم هیچ کسی نه با دوربین عکاسی نه حتی با موبایل بیستند و به هر حال فیلم برداری کنند. همون یک گروهی تعیین شده، نظم به هم میزنه و سخنران هم که کسی میخواه حرفی بزنه هم حواسش مختل میشه. نظم کامل رعایت کنید عزیزانی که ایستادن اما بشینن. جا دارد که همه ما به خاطر این فرصتی که الله تعالی به فضل و لطفش برای ما فراهم کرد و وعده فرا رسید که روز پنجشنبه بود، عزیزان از راههای دور و نزدیک تشریف آوردند تا کلام سخنان دینی را گوش کنند و از این مجلس نورانی و از این مجلس دینی، مجلسی که برای تجلیل از علم گرفته شده است، سخنان و صحبتهای مهمانان را، علما را، اندیشمندان را گوش کنند. همه ما دایر شو و صبحی که داره کار میکنه و این فضل و لطف پروردگار هست و از قبل از هر چیزی رب العالمین را شکر گزاری می کنم و همه ما شکر خدا را ادا کنیم. و ما بکم من نعمت فمن الله، هر نعمت از جانب پروردگار است. و جناب مولانا دیدگاه اشاره کردن به بعض کوتاهی ها، بعض ضعف ها و سستی ها و همه ما به بارگاه رب العالمین عذرخواهی میکنیم و بنده هم استغفار میکنم که در محفل و مجلس اگر چیزی خلافش انجام گرفته یا حرفی کسی گفته که میزان و مطابق با شریعت نبوده یا مطابق با حکمت نبوده و کسی برخلاف حکمت سخن ایراد کرده است، من از پروردگارم عذرخواهی میکنم. اسراف، تبذیر، کمبود و کوتاهی در خدمت مهمانان که کاملا مشهوده و این برمیگرده به
بنده و عذرخواهی میکنم از الله تعالی. الله تعالی همه ما را مورد عفو و بخشش قرار بده و درخواست ما اینه که این مجلس به بارگاه خودش قبول بفرماید. و جا دارد که در درجه بعد و ثانی شکر گزاری کنم از همه شما ملت عزیز، مردم دین دوست، مردم متدین و مردم رشید ایران، از مردم استان و مردمی که از استانهای دیگر تشریف آوردن به این محفلی که با اون مانوسم و قبلا به این مجلس شرکت کردن یا ذکر خیر این جلسه را شنیدن و به امید آمدن، شکر گزاری بکنم، تشکر بکنم از همه عموم مردم عزیز. دست از کار کشیدن، بعضی هزاران کیلومتر، هزار کیلومتر و بیش از 1000 کیلومتر طی کردن، از مرزهای دور کشور تشریف آوردن و از قلب کشور و از استانهای مختلف، استانهای سنی نشین، شیعه نشین و شاید استانی نباشد که اینجا افراد حالا یک نفر ولایی که باشه 2 نفر حضور داشته نباشه. ماشاءالله خواهران همت کردن و از استانهای دور تشریف آوردن به امید رحمت پروردگار، به امید هدایت، به امید فیض در این جلسه. زحمت همه شما، حضور همه شما، حضور سبز شما قابل تقدیر هست و دعای این بنده ناچیز اینه که به بارگاه خدا مقبول واقع بشه و الله قبول بگرداند و الله آثار قدم شما، راه شما را که آمدید مسیر برای شما جهاد نوشته بکنند در راه خدا، رفت و برگشت هر دو در حفظ و امان خدا. و شکر گزارم خصوصا از علمای بسیار عزیز، علمای گرامی که از چابهار تا سیستان، یعنی علمای کل استان، بخش بزرگ از علما، خطبا، مدیران مدارس، مدرسین، علمای سرشناس و علمای جوان، همه بخش بزرگ از علما تشریف آوردند و علاوه از استان، از استانهای دیگر هم جوار و غیر هم جوار، از راههای دور و نزدیک، از مناطق سنی نشین علما تشریف آوردند و این محفل را، مجلس را رونق دادند، مایه دلگرمی همه ما شدند. و دانشگاهیان بسیار عزیز و ارزشمند، دانشجویان، فرهنگیان، معتمدین و ریش سفیدان، جوانان بسیار عزیز و مسئولین محترم شهر زاهدان و علمای جمعی که از مجمع التقریب صبح تشریف آوردند، عزیزانی که از نهاد نمایندگی رهبری آمدند، عزیزانی که صاحب جلسه اینجا، عزیزان شورا و غیره، لحاظ از همه عزیزان که به این جلسه تشریف آوردند ما شکر گزاریم و دعای خیر میکنیم در حقشان. و خصوصا از مادران و خواهران که از خود زاهدانان، استانان و خارج از استان، الله به این مادران و خواهران جزای خیر عنایت میکنه. و من بقیه تشکر را برای آخر سخنم میگذارم که عزیزانی که زحمت کشیدن، بنده یک هفته اینجا نبودم و اول هم کاری از دست بنده سخت نیست و
دوستان که تصور دوستان اینه که بنده بالاخره اهل کارم و کاری میکنم، نه کارا را الله رب العزت میکنه. و این دوستان که هم الحمدلله در طول سفر برای اینه همه عزیزانی که به هر شعبه مشغولم، برای اونها دعای خیر شده، الله جزای خیر عنایت بکنه. و من آخر کلمات شکسته چند کلمه در این باره دارم اگر فراموش نکنم. ولی آنچه که امروز در این جلسه ما را متأثر ساخته و متأثرم بنده، در گذشته همکار بسیار گرامی من و عالم فرزانه، عالمی که ساده زندگی کرد و عالمی که دلسوز بود و عالمی که با خدا ما او را تصور می کردیم و به گمان ما و اندازه ما عالم با خدا بود. شاگرد از شاگردان خاص که نظر لطف داشتند بر ایشان از علامه مفتی محمود رحمه الله تعالی، هم دوره است مولانا خدا نظر رحمه الله و یار و رفیق خاص حضرت مولانا عبدالعزیز رحمت الله علیه که از علماء اول بود او زمانی که از مولانا تشریف آوردن و از مولانا یار محمد در این منطقه عالم کم بود و نبود، خیلی کم بود. و در خود اساس دارالعلوم زاهدان و این یادگار دینی، درسگاه دینی از مولانا یار محمد نقش بسیار مهمی داشت و از اساس گزاران این مدرسه در شب دوشنبه هفته گذشته دار فانی را گفتن حق پیوستن و بسیار متأثر بودیم ما و یک چیزی که مایه حسرت شدیم که در جنازه حضرت مولانا شرکت نتوانستیم بکنیم به خاطر اینکه به همین جلسه های مدرسه داشتیم شرکت میکردیم و منطقه چابهار بودیم تقریبا، یا سرباز بودیم که چابهار بودیم. است مولانا مفتی محمد قاسم یه پاس از شب آمد و اطلاع داد انا لله و انا الیه راجعون. ولی الحمدلله حضرت مولانا شمس عجیبی داشت که در ماه رجب همین ماهی که جلساتن از چابهار تا اینجا در این جلسات جلسات بسیار بزرگ و کلام برای حضرت مولانا دعای خیر شده است. عزیزان حضرت مولانا یار محمد هم در این جلسه حضور دارند و مولانا از عزیزان خانواده خود تنها نرفتن، بلکه مولانا از امت ما رفتن، از ملت ما رفتن، از علماء رفتن، از دارالعلوم رفتن و لحاظا این تسلیت برای همه ما هست و هم برای عزیزان حضرت مولانا و اعضای خانواده. و جا داره که من یاد بکنم از اتفاق همین روزی که من مسافر بودم، روز جمعه بود، قبل از نماز جمعه خدمت حضرت مولانا حاضر شدم دعای بگیرم و فرزندشون روز قبل فوت کرده، فرزندشون عبدالعزیز وفات کرده بود. الله این پدر و فرزند را در جوار بهترین رحمت جانب. من رفتم تسلیت عرض کنم، گفتم من مسافرم، نماز جمعه که بخوانم من باید از محل نماز جمعه برم. دعای خیر کرد حضرت مولانا و ندانستیم ما که فرصت مولانا تمام شده و اجل به سر رسیده است و خبرم رسیده به ما که حضرت مولانا حکیم محمد اختر خلیفه حضرت مولانا ابرار الحق که در سلسله حضرت مولانا اشرف علی تهنوی رحمه الله تعالی، ابرار الحق از خلفای ارشد حضرت مولانا حکیم، حضرت مولانا حکیم الامت مولانا اشرف علی تهنوی بود و حکیم اختر خلیفه مولانا ابرار الحق. ایشون هم در گذشته شخصیت برجسته و بزرگی بود و عارف بالله بود و انسان ذاکری بود و عالمی. الله روحش را شادمان بکنه و در جوار رحمتای حجت
امروز شما تشریف آوردید و این جلسه منعقد شده است به خاطر آنکه به فارغ التحصیلان کسانی که اسم مولوی بهشون گذاشته می شود و شما اونها را مولوی میگید، فارغ التحصیل شدن و کتب حدیث را در آخری سال خواندن، اونها را تشویق کنید و هم خواهران فاضل را، هم حفاظ کلام الله مجید را در جلسه اول امروز تشویق کردید و این آثاری که شما میبینید مسجد مکی هست و مدرسه دارالعلوم، بلکه در کل این زایدان شما که مساجد و مدارس میبینید، همه اینها نتیجه زحمت حضرت مولانا عبدالعزیز رحمت الله علیه هستند. اولی استاد این منطقه، اولین مرشد و رهنمای این منطقه که واقعا حضرت مولانا رحمت الله علیه در تقوا، در ایمان، در اخلاص، در شجاعت، در دلسوزی، در نصیحت و خیرخواهی منفصل به فرد بود. صفات عجیب مولانا رحمت الله علیه را الله داده بود یه انسانی که جامع الکمالات بود. من یک جایی که یک چیزی گفتم به کسان دیگه بر نخوره اصلاحش کردم و بنده این نکته را در مصاحبه گفتم که من خیلی کشورهای را دیدم، البته زیاد نه، ولی خب به هر حال نسبتاً به حج رفتم، عربستان سعودی را دیدم، قطر رفتم، امارات رفتم، ترکیه رفتم، پاکستان رفتم، بعضی جاهای دیگر سرم افتاده، در حج شرکت کردم، عالم بسیار دیدم، شخصیت علمی عارف، ولی من اندازه خودم را میگم انسان جامع که در تمام کمالات جامع باشه، به برداشت خودم شدید محبتی که نسبت به حضرت مولانا در دل من الله گذاشته بود مانند حضرت مولانا را ندیدم. عارف دیدم که در معرفت از حضرت مولانا جلوان، عالمم دیدم که از لحاظ علمی از حضرت مولانا جلوان، ولی جامع انسانی که همه صفاتای از تمام صفاتها سهمی در او باشه، واقعا حضرت مولانا رحمت الله علیه انسان شجاع بهادر، ولی شجاعت حضرت مولانا همراه با تدبیر. یک شجاعتی هست ولی تدبیر نیست. آدم شجاعه ولی تدبیر نداره. یک نفر عالم بسیار بزرگه ولی ممکنه یک جای لنگشی داشته باشه، انسان بی‌عیب نیست. ولی حضرت مولانا رحمت الله علیه واقعا انسانی بود که الله از صفاتهای گوناگون به او عنایت میکرد. همیشه میفرمود که 100 من علم را، 1 من علم را 100 من عقل باید. ما خیال میکردیم که این مسلکش خود حضرت مولانایه که الله به او علم داده و هم عقل. هر چه که شما اینجا میبینید این همه بر میگردن به زحمات، دعای مخلصانه، دعای اسارای عرفات، دعای شب حضرت مولانا عبدالعزیز رحمت الله علیه برمیگردن. و بعد به علمای مخلص، به اساتید گرامی حوزه، همه علما زحمت کشیدن، همه فرزندان حضرت مولانا بازوی حضرت مولانا هستند و ما از زحمت همه علما تقدیم و تشکر میکنیم. این نیست که بقیه را ما نادیده میگیریم، نه. حضرت مولانا جای خودش را داره، هر گلی را رنگ و بوی دیگر است و چیز دیگری که شما در دارالعلوم میبینید. اگر شما اینجا توفیقی میبینید، اگر شما خدمت میبینید، برمیگردم به اساتید دلسوز دارالعلوم. امشب جلسه دارالعلوم هست، من برای همین خاطر امین مدرسه را نام میبرم. اساتید دلسوز، اساتید زحمتکش و این سرگر و سایر کسانی که دخیلن در کار مسجد، در کار مدرسه، الله در عمر عزیزان برکت عنایت بکنه و اینا را جزای خیر بده. و درخواست تذکری دادم به خواهران
محترم تذکر داده می شود که آخری سخنان پایانی و تذکرات پایانی جلسه هستند. از شما درخواست دارم خواهران محترم و ارزشمند که سکوت کامل رعایت کنید تا شاید کلمه به گوش شما بخوره و برای برده باشید. الله روح حضرت مولانا عبدالعزیز، مولانا یار محمد و سایر علماء ما را که از دست داده و سایر مؤمنین و مؤمنات عزیزان من را که از دست داده در جوار بهترین رحمت جای عنایت کنند. آیه حضور شما تلاوت کردم و صحبت سعی میکنم مختصر بکنم و اما قبل از صحبت دعایی میکنم، یک جمله دعا و شما این دعا را آمین بگید و دعا مانه که پروردگارا رب با همه ضعفای ما، با همه تقصیرات ما، به همه کوتاهی‌مون اعتراف میکنیم و ضعفایمون را قبول میکنیم. پروردگارا از ذات یگانه تو درخواست داریم که درهای رحمتت را بر ما بگشا و نظر لطف و مرامتت را شامل حال ما بگردان. ما تشنه رحمت تو استیم و امیدواریم به رحمت تو. همه این جمعیت به امید رحمت تو آمده، مرا ناامید از رحمتت نگرد. پروردگارا کلماتی که رضایت تو حاصل بشه، برای بنده ناچیز و برای جمع مفید بشه، همون کلمات به زبان ناقص بنده و به فکر ضعیف بنده بیاور و توفیق گفتن حق عنایت فرما. سروران همه ما یاد کنیم نعمتهای پروردگار را که چقدر پروردگار به ما انعام کرده و چه اندازه ما جامعه بشری، جامعه انسانی، عالمیان غرق کن در نعمتهای پروردگار. این خدای ارحم الراحمین، این خدایی که جوادن، سخیان، مهربانن، به بندگان ترحم دارن، چه نعمتهای وافر عنایت کردن. همه خواسته های ما را که ما نخواستیم، همه سوال های ما را که ما سوال نکردیم ولی نیاز ما بوده است، همه را برآورده کرده، همه را عنایت کرده، خواه اینها در بخش مادیات هم و خواه در بخش معنویات هم. الله خیرخواهی ما را کرده، الله بر ما و جهانیان ترحم کرده، الله نعمت ها را بر ما و عالمیان و جهانیان تمام کرده است. اگر ما برگردیم به وجود خودمان، مگر میتوانیم این نعمت های ارزشمند را حساب کنیم که چه نعمت در وجود ما، چشم ما، گوش ما، زبان ما، عقل ما و دست و پای ما. و اگر خارج از وجودمون نگاه بکنیم، این تمام ستاره ها، ماه، خورشید، پایین زمین، کوها، دریا، درخت و ثمرات و دانه ها و انواع نعمت ها، گوشت و لبنیات و همه این نعمت ها از آن رب العالمین. هرچه میخوریم مال خداست، هرچه میپوشیم از آن رب العالمین. به وجودتون نگاه کنید، نگاه کنید که از چه چیزی من و شما به دنیا آمدیم. فلینظر الانسان مما خلق، به خلقتمون نگاه کنیم، به طعاممون نگاه کنیم. فلینظر الانسان الی طعامه، انسان به طعامش نگاه کنه خدا میگه. به لباسمون نگاه کنیم که پوشیدیم، به مرکب و سواری نگاه کنیم که به چه چیزی الله ما را سوار کرده. به راههای نگاه کنیم که راه میریم چه راههای خدا جلوی ما گذاشته. به مسکن و به زن و فرزند و والدین و اعزه و اقارب
خدا خوشنود میشن و راضی میشن وقتی که تذکر نعمتهای پروردگار انجام بگیره و الله ناراض میشن وقتی بنده از نعمت بهره بگیره و نعمت خدا را فراموش کنه. و مهمترین نعمتی که الله به بشریت عنایت کرده و این نعمت بی مثل بی مانند و بی نظیر عزیزان من، این نعمت دین است. الله به من و شما نعمت شریعت عنایت کرده، نعمت دین عنایت کرده، نعمت قرآن عظیم و شان عنایت کرده، نعمت محمد رسول الله عنایت کرده. به من و شما کلام داده، کتاب نازل کرده که در طول تاریخ الله برای بشریت چنان کتاب جامعه، کتاب ماندگاره، کتاب معجزه که این کتاب خودش از معجزه های اسلام تا قیامت، حقانیت دین اسلام، و این کتاب از معجزه های محمد رسول الله تا قیامت است. دلیل حقانیت رسول صلی الله علیه وسلم قرآن عظیم و شانه. این کتابی که 1400 سال به مبارزه می طلبد دنیا را، که اگر شما خیالتون اینه، ادعایتون اینه که من کتاب خدا نیستم، شما یک سوره بیاورید مثل قرآن بیاورید، نتوانستی یک سوره، نتوانستی 10 سوره، نتوانستی یک سوره، فأتو به کتاب مثله، فأتو ب10 سور مثله مفتریات، فأتو بسورة من مثله وادعوا شهداءکم. الله میگه ندا کنید، صدا کنید اونایی که شما را هم نشینان شما را مدد کنند، یار و یاور شما را کمک کنند. این بزرگترین معجزه دین اسلام و حقانیت رسالت محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خود قرآن، کتاب بی ماننده، کتاب بی نظیره. گاهی بنده از تحت تاثیر قرار میگیرم و سوگند یاد میکنم که شما بگردید کره خاکی را، شما کتاب مانند قرآن نمیتوانید پیدا بکنید. کتاب جامع، کتاب بسیار زیبا، کتاب انسان ساز، کتابی که انسان را به خدا میرسانه و خاک را کیمیا میکنه. خاک انسان خاکی را تبدیل به جوهر درخشنده میکنه و انسان را بهشتی میگردانه و انسان را جنتی میکنه. ای قرآن الله به شما تعلیمی داده امروز که جهانیان محروم از این تعلیم زیبای محمد رسول الله، سنت که حضرت شیخ الحدیث مولانا حسین پور در این باره بحث کردن. اهمیت سنت و تعلیم آن حضرت صلی الله علیه وسلم مهمه. آن حضرت از دنیا تشریف بردن، 2 میراث بزرگ گذاشتن، کتاب خدا و سنت حضرت رسول صلی الله علیه وسلم، تعلیم زیبا و احادیث بهربار آن حضرت صلی الله علیه وسلم. این سرمایه را به خدا قسم ملت مسلمان، یهود نداره، نصارا نداره، ملت های دنیا از این نعمت محرومان. یک نامی را یدک میکشند از مسیحیت و از یهودیت و اونها تعلیمی ندارن. چنان شما زندگی محمد رسول الله، سیرت محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم که بالاترین ثروت در دست شماست، شما با این سیرت می توانید انسان الگو و نمونه و انسان مقبول عند الله بشید. شما چنان رهبری دارید و چنان مرشد اعظم و مربی بزرگی دارید که محمد رسول الله است که جماعت انبیا به وجود این شخصیت عظیم افتخار میکنه و روز قیامت همه بشریت و انسانیت زیر پرچم او قرار میگیرد. او پرچم بردار قیامت ہے. الله به او چنان شرف عنایت کرده، چنان به او بزرگی داده، خاتم النبیین، امام النبیین، رحمت للعالمین. شما چنان انسانی پیشرو و پیشرفته داری که تعلیم او و
راهنمایی او میتونه شما را به پرواز در بیاورد و شما را از فرشتگان هم سبقت بکنید. این سرمایه عظیمی برای شما گذاشته است. استاد بسیار ماهر و کامله و آیین بسیار کامل و زیبای بی نظیر، استاد بی نظیر، تعلیم بی نظیر، آیین بی نظیر و دینی که الله به شما داده کامل ترین دینه و آخری دین خدا تا قیامته و تا قیامت دینه. الله به شما به خدا قسم مردم عزیز این شرف الله به ملتهای پیشین داده نبود. این شرف مختص امت محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم است. شما افتخار بزرگی دارید، شما سرمایه لا یزال عظیمی دارید، شما سرمایه دارید که اگر این سرمایه را به کار ببندید گرویده دین بشوید و این دین مضبوط و محکم بگیرید، این کتاب مضبوط و محکم بگیرید و محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کاملا اتباع و پیروی بکنید. به خدا قسم شما را الله چنان سربلند میکند که دنیا همه برای شما حرمت قائل باشه و احترام قائل باشه و شما میشید که حرف اول توی دنیا بزنید. شما را الله سرمایه داده که اگر این سرمایه را شما به کار ببندید و این گنج و خزانه را شما استخراج کنید و در بیارید و از این استفاده بکنید، شما تنها نه این که به سعادت میرسید و سربلند، بلکه خدا شما را ناجی خواهد کرد برای ملتهای دیگه. شما سبب نجات ملتهای دیگه میشوید. ملتهای دیگه را از جهنم و از شکست و از رسوایی شما ملتهای دیگه را میتوانید نجات بدید. این سرمایه در دست شمایه. شما این سرمایه را بهره برداری بکنید و به کار ببندید و استقبال بکنید و استفاده بکنید. شما اولیاء الله میشید، به ولایت میرسید، به بزرگی میرسید و جنت فردوس را وارث میشید و ملتهای دیگه هم دنیا نیاز داره به این سرمایه خدایی برای خودشونه. اون سرمایه که حضرت به ابو جهل عرضه کرد، به ابو لهب عرضه کرد، به مردم مکه عرض کرد، به قریش مکه و گفت اگر شما این سرمایه را بگیری مالک عرب و عجم میشی. شما را الله میدرخشانه توی دنیا و شما در دنیا میدرخشید. اما ابو جهل سعادت نداشت، ابو لهب سعادت نداشت، بعض دیگه سعادت نداشتن، ولی این سعادت نصیب ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، علی مرتضی رضوان الله تعالی لمجمعین خلفاء الراشدین، عشره مبشره و سایر صحابه از مهاجرین و انصار، از زن و مرد اسلام گرفتن، استقبال کردن، به جان خریدن دین را، روی چشمشون گذاشتن، روی عمل کردن به دین اسلام. الله صحابه اولین نمونه که خدا اینا را به چه مقام رسول. جایگاه صحابه که از صبح یا اهل بیت نبی صلی الله علیه وسلم که از صبح سخنرانان و مهمانان گرامی تعریف میکنن و من و شما علاقه داریم، دوست داریم که تذکره صحابه بشه. یکی یادداشت نوشته بود که از خلفای راشدین کسی را بگی صحبت بکنن، اینا همه شاگردان قرآن، هر چه دارن از قرآن، هر چه دارن از دین اسلام، هر چه دارن از محمد رسول الله، هر چه دارن از عمل دارن. بعضی دوستان می نالیدن اینجا، مولانا دیدگان نالش از عمل داشت و امروز سرمیناب از راه عمل به خدا رسیدن، به مقام رسیدن. اینا عزیزان من که پادشاهان دنیا
صاحبان قدرت دنیا، انسان مادی دنیا به خاک پای اونام نرسیدن در دنیا. کنیزان صحابه، غلامان صحابه، غلامان محمد رسول الله، غلامان و کنیزان قرآن به کجا رسید؟ ملت مسلمان به خدا قسم این قرآن همان قرآن اضافه و کم نشده، محمد رسول الله تعلیمش همان تعلیمه و دین اسلام همان دینه که صحابه را به پرواز در آورد و با به ملای اعلی مقامشون را رسون. این همان دینه. اگر امروز این دین را من و شما عمل بکنیم ملت مسلمان، خدا به ما در دنیا شرف خواهد داد، سربلند خواهیم بود و در آخرت معزز خواهیم شد. امروز اینطور احساس میشه که ملت مسلمان از نگاه جهانیان افتاده. از نگاه جهانیان چرا ملت مسلمان افتاده؟ من عذرخواهی میکنم این کلمه را میگم، چون ما از نگاه رب العالمین افتادیم. چرا از نگاه رب العالمین افتادیم؟ چون ما به دین خدا عمل نکردیم، کوتاهی کردیم، به قرآن عمل نکردیم، به سنت عمل نکردیم. ما از روی کوتاهی عمل، ضعف ایمان، ضعف عمل و ضعف اخلاق، ما از ضعف هایی که در ما هست ما افت کردیم. درد حضرت مولانا دیرگاه که بعضی کلمات شاید برای بعضی دوستان سخت بشن، همین بودی درد داشت که بعضی اشاره به بعضی از درگیری های فامیلی اشاره داشتن. همینی که ضعف عمل، کوتاهی عمل. امروز چقدر گناه انجام میگیره در جامعه اسلامی. کیا هست این گناه انجام میگیره؟ جنن یا ما انسان هستیم انجام. در شهرهای اسلامی، در قریه های اسلامی، در محله های مسلمان نشین، در جامعه اسلامی چه گناه، منکرات، مفاسد، ضعف عمل، چقدر بینمازی موجوده، چقدر به قرآن ترک کردیم و با قرآن فاصله گرفتیم، با سنت فاصله، با دین فاصله. از آموزه های مهم دینی که من نماز بود که دیگه دوستان هم نالیدن. و من اکثرم یکی از مسائل که برام فشاری میکنم و تاکید دارم نمازه و تکان میخورم من عزیزان من وقتی که فکر میکنم که خدایا توی شهر ما چقدر انسانان مسلمانان که نماز صبحشون قضایی. شاید توی همین جلسه کسی نشسته است، گفتم به یک شهری از این شهرهایی که چپه شد و 80,000 کشته داد، همین نزدیک ما بود و حرکت زلزله هم اینجا آمدم رسید. 80,000 نفر، بیش از 80,000 نفر کشته، شهر و ایران شد. عزیزه به من زنگ زد و شاید او اینجا باشه، نامش هم یاد منه، دیدم امروز اینجا نشسته بود، از مشهد زنگ زد، گفت من یه هفته قبل به فلان شهر رفتم، گفته اینجا از نماز چه خبر؟ گفته اینجا از نماز خبری نیست. گفتم بره بیرون که اشار چپه میشه. و من حرف از زبان من بیرون هفته نگذاشت اشار چپه شد. الله، نماز حکم سنگین خدایه، رکن و پایه دین شماست. بدون نماز شما به خدا جامعه نمیرسه، بدون نماز جامعه اسلام نمیشه. اگر ما بخوایم جامعه اسلام بشه، خواهران، مادران، جوانان، نماز حکم اکید پروردگار. خدا راضی نخواهد شد از ملتی که نماز قضا میکنه. خدا خوشنود نیست از انسانی که نماز ضایع بکنه و الله را نافرمانی بکنه. الله شاید یک عملی انجام بشه و خدا خوشنود بشه، توفیق نمازش بده، نمازیش بکنه. نماز اون حکمه که در آخری لحظات زندگی
محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم تاکید کردن، کل زندگی تاکید کردن و آخری لحظه دنیا را که ویلا می کردن به نماز تاکید می کردن. این روایت در مسند احمد علما می دانا و سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ روایت است. لہذا عزیزان من، نگرانی ما، نگرانی علماء شما، نگرانی خیرخواهان شما، آنهایی که بیشتر مسائل دینی را میدانند در رابطه با همین ضعف عمله. ما ماندیم توی این ضعف عزیزان. ما میبینیم شرایط افغانستان، میبینیم شرایط مسلمان را در عراق، بحرین، جای دیگر جای میبینی که مشکلات وجود داره. کلی مشکلات هایی که امروز عالم پاکستان به این مشکلات دوچار شده، اما مشکلات هایی که دامنگیر و گریبانگیر عالم اسلام و کارشناسی معانه، کارشناسی علما و اندیشمندان همه که همه این مشکلات و چوباره که ما میخوریم از اینجاست که با دین فاصله داریم و الله میخواهد ما را اکنون به سوی دین برگردد. دشمنان از کجا آمدن و اینجا بلاد اسلامی را اشغال کردن و چند دهه که فلسطینی ها هنوز دست و پا می زدن، قتل عام می شوند و راه فرج هنوز نمی آید و یک کارشناسی این حقیر برداشت، این حقیر از قرآن عظیم و شانه و علماء زیاده بنده موافقت می کنن به این. وقتی آیه بنی اسرائیل، سوره بنی اسرائیل تلاوت میشینه که فلسطین با قدرت و جنگ فتنه میشه، فلسطین با توبه و استغفار و برگشت به سوی خدا، بیداری امت اسلامی، بیداری ملت مسلمان، فلسطین آزاد میشه. و من باز یک جای گفتم و یک عزیز عالم اینجا نشسته روبروی من او گفت که خدا بکنه همین بشه. گفتم حالا زمان آمده است که الله فلسطین آزاد میکنه، چرا که ملت مسلمان داره توبه میکنه، برمیگرده. الان بیداری اسلامی در بلاد اسلامی موج میزنه. بی نمازان نماز میخوانن، کسانی که قرآن فاصله داشتن قرآن تلاوت میکنن، مفاسد و منکرات و معاصی را بسیاری ترک کردن. الله من و شما را به بیداری کامل برساند. شما مردم عزیز نمانید از ملت‌های دیگر. ما میترسیم که فردا به بارگاه رب العالمین گرفتار نشیم. قوم‌های دیگر ملت کوچه و پس کوچه هایی که در آن گرفتاریم. الله به حال همه من شما رحم کنه. ملت مسلمان به خدا قسم این یقین بنده و اعتقاد بنده که امروزی که تمام دنیا با بنبستا مواجه، با مشکلات مواجه، امریکایی ها، اروپایی ها، چینی ها، روسی ها، همه ملت دنیا، بشریت با مشکلات مواجه. کل این مشکلات حل مشکلات مسلمانان و حل مشکلات جهان تنها و تنها دین اسلام، قرآن عظیم و شان و سنت محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. ما به دنیا اعلام میکنیم، به جهانیان، به بشریت، به کاخ نشینان کرملین و واشنگتن و دیگر کاخ نشینان دنیا و اروپایی ها، همه دنیایی که ادعای توسعه دارن، ادعای پیشرفت دارن و بله در مادیات پیشرفت کردن، اما از اخلاق و از معنویت محرومان، سقوط کردن. به اونها هم ما میگیم که این دین نورانی خدا، آخرین دین خدا، تنها راه حل همه مشکلات و راه حل همه بنبست هاست و راه حل همه گره هاست که زندگی با آن گره خورده و با مشکلات مواجه. همه مسلمین برگردن، همه بشریت و انسانیت
اگر نجات میخواد راه اسلامی به خدایی که خالق بنده است و شما سوگند که بدون افتادن به قدم محمد رسول الله و تعلیم زیبایان حضرت و بدون آموزه های قرآن و آموزه های دین اسلام و احکام دین اسلام نجات بر هیچ ملت توی دنیا بعد از بعثت محمد رسول الله دیگه نیست. ایمان و اعتقاد است. خاتم النبیین، رحمت للعالمین، سید الاولین والآخرین، خلیل خدا، امام الانبیاء، تنها و تنها راه نجات به اوست. امروز اگر حضرت موسی بیاید محمد رسول الله را اتباع میکنه و اگر ابراهیم خلیل الله زنده بشه هم محمد رسول الله را اتباع میکنه برای نجاتش و اگر حضرت عیسی قرب قیامت نزول میکنه هم محمد رسول الله را اتباع. این آخری دین خدایه. خدا بسته دیگه حسابا را دیگه دین نمیپرسته، دیگه دین نبی نمیپرسته و آخری پرستاده خدا آمدن، آخری دین آمده. شما وارث این دینید. به خدا اگر شما به این دین بچسبید، خواهران، مادران، جوانان، اقشار مختلف، اگر شما این دین عمل بکنید، در زندگیتون پیاده بکنید، مسلمان بشید، مسلمان واقعی. یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافه. همتن شما به اسلام داخل بشید، شما را در دنیا خدا میدرخشاند، شما را عزت میده، شما را تاریخ میده، شما را کرامت میده، در دنیا هم شرف حاصل میکنید. شما مانند بلال میشید، شما مانند اونایی میشید که نام نیکشون تا قیامت باقی مانده است، گرچه اونها فضل صحابیت دارند و به جای اونها کسی نمیرسه، اما شما به ولایت میرسید، به بزرگی میرسید. همه اولیای امت هرچه دار از قرآن، صحابه هرچه دار از قرآن و این بزرگترین دستاورد محمد رسول الله دین اسلام به دین بچسبید. امروز جای گریه و جای شکایت و گلایه است که مسلمان نماز قضا میکنه، مسلمان زکات نمیده، ارکان دین اسلام ضایع میکنه، در روزه کوتاهیه، در حج کوتاهیه، در واجبات شرعی کوتاهیه، در حقوق الله کوتاهی، در حقوق الناس کوتاهی، حق والدین ضایع. واویلا، چه گناه سنگینی، چه تباهی بزرگ ناراض کردن مادر و پدر. مادر بناله، گریه کنه، پدر گریه کنه. سعادت مند اون فرزندانه که رضایت والدین دارن و والدین فرصت میدانن، والدین نعمت میدانن. سعادت مندن او انسان های عزیزان من که اونها قرابت رعایت میکنن. خویشاوندی یکی از دستورات آموزه های اسلام ہے و حقوق انسان ها، حق بشر رعایت. همه انسان کرامت دارن، حرمت دارن، حرمت همه انسان ها را الله فرموده رعایت کنید و فرموده و قولوا للناس حسنا و مردم نرم صحبت کنید. الله همین دستور داده به گذشتگان که با مردم به نرمی صحبت میکنن، زیبا صحبت میکنن. حقوق انسان امروز ضایع در جامعه اسلامی، حق الله ضایع، قرآن فراموش شده، حدیث فراموش شده، انواع گناه دامنگیر ما شده و از بدترین نوعی گناه اعتیاد. الله نجات بده. عزیزی نامه نوشته بود، نامش را من خواندم، تقاضای دعا کرد و تکان خورد. گفته که امشب برای معتادان دعا کنید که گرفتارا الله اینها را نجات بده. اعتیاد به گناه
بعضی محتاج شدن علیه بالله زنا ہے اور این ناموسی اینجا نوشته که هرگاه زنا زیاد بشه و فرموده که جور و ظلم بشه زلزله می آید و حواله دادن به ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه. عزیزان من این زلزله ها این قحط ها این آفت ها این مصیبت ها که دهن باز کرده برای بشر این همه نتیجه گناه ہے. زنا زیاده، ربا زیاد شده، رشوه زیاد شده، گناه ها مهلکات، انواع گناه، انواع گناه، خیانت چشم، خیانت گوش، خیانت زبان، انواع خیانات در توی جامعه من انجام میگیره. بسیار مادرانن و خواهرانن زنان مسلمانن که پوشش اسلامی را رعایت نمی کنن، حجاب اسلامی را رعایت نمی کنن، دست میدن به بیگانگان. یک جای یه یادداشت دادم ولی ما فراموش کردیم. گفته اینجا بسیاری از زنها در اعیاد روز عید به خویشاوندان نزدیک دست میدن. زن خصوصا وقت جوان باشه او حق نداره به کسی دست بده. اگر پیرزاله و 70-80 ساله او اشکال نداره گفتن، ولی زنهای جوان آرایش بکنند و راه بیفتند توی بازار، برن سر کلاس دانشگاه ها دبیرستان ها آرایش بکنند، برن مکتب خواهران، خارج بشن از خانه. میدانی که چقدر خدا ناراض میشه، چقدر گناه سنگینه، حرامه، حرام. قرآن فرموده ولا یبدین زینتهن. امروز گاهی شما بازار بری حیران میشی که بنده سرم نافتاده، ولی مغازه‌داران و کسبه بازاری شکایت در عمل به زن از کجا میاد؟ اینا فرزندان چه کسانی هستند؟ خواهران چه برادرانی هستند؟ همسران کدام شوهرها هستند که اینا را جلوشون را نمیگیرن، تذکر نمیدن، وظیفه سرپرستی را انجام نمیدن، نمیگن به خواهران که شما مسلمانید، برای مسلمان بعیده. دنبال مدن بسیاری از خواهران، طلای جدید توی بازار میاد، لباس جدید میاد، ظرف و ظروف جدید. خواهران به این شما به سعادت نمیرسید. مهمترین نکته برای خواهران و زیور و زیبایی برای خواهران اخلاق نیک، علم، دانش، اخلاق نیک، بندگی خدای، حیا شعبه بزرگی از ایمان. الله زنان و مردان جامعه ما همه ما را حیا و ایمان نصیب کنه. حیا مهم است و حیا از دست رفت. این کلام مشترک بین همه انبیا علیهم السلام بوده که گفتند و رفتند که وقتی حیا از دست رفت دیگر چه می‌خواهی بکن. الله حیای ما را حفظ کنه، حیای مادران و خواهران ما را. امروز الحمدلله بیداری در قسمت خواهران موج میزنه. زنان الحمدلله دارن میایم به سمت دین، توبه میکنن، عمل میکنن. در همین سفری بود در این هفته یک جای گزارش دادن که الحمدلله اینجا تمام خرافات و تمام خلاف شریعت در مراسم عروسی در منطقه از بین رفته است. زنها الحمدلله از وقتی که به قرآن مراجعه کردن و قرآن خواندن، دین و احکام یاد میگیرن، الحمدلله پوشش اسلامی را رعایت میکنن و دیگه اون منکرات توی محل ما نیست. الحمدلله به برکت مردم عزیز اگر ما به قرآن گرایش پیدا بکنیم و قرآن بیاید توی زندگی ما، شریعت بیاید توی زندگی ما، سنت بیاید در زندگی ما خیر بیاید، منکرات و معاصی و خرافات و گناه از زندگی ما رخصت می‌بندن، فتنه و آفتا هم الله برطرف میکنه. با قرآن است که الله ما را از این فسادها و فتنه ها نجات عنایت میکنه. امروز دنیا فساد پر شده. گذشته ما میگفتیم که اروپا، کسی اروپا بره فلانه،
والا اروپا در خانه آمده. این ماورها که در خانه ها هستن، اینترنت هست، دسترسی پیدا شده به اون چی که در اروپا انجام میگیره، اون گناه ها و فساد و منکرات و بی‌عفتی و عریانی لختی. امروز شرایط سختی برای عالم اسلامی، امروز تهاجم وسیع منکرات و معاصی، و لہذا راه نجات قرآن، راه نجات شریعت. قرآن از همه فتنه ها نجات میده. حدیث آمده قرآن از تمام مشکلات شما را نجات میده، از ترفند و مکر و حیله یهود و نصارا و دشمنان اسلام. قرآن شما رهایی است میده و نجات میده و شما نجات میده. به قرآن بچسبید و قرآن همه‌تون قرآن بخوانید انشاءالله. جوانان ما شیفته قرآن الحمدلله، زنان جامعه ما میل کردن به قرآن، رجوع کردن به قرآن، داره شیفته میشن و ما امیدواریم که او شکایتی که حضرت میکنه که قوم من قرآن عظیم و شان را ترک کرده شامل حال ما نشود. و روز قیامت قرآن شکایت میکنه به بارگاه خدا، شکایت قرآن شامل حال ما نشه. الله من شما را برگردانه رسول. هدف از دعوت شما، فراخوان شما در این جلسه، هدف از حضور علما که در این جلسه حاضران و یکی بعد دیگه برای شما سخن گفتن، هدف علما، هدف از همه اینها برای برگزار کنندگان جلسه هیچ چیز دیگه نیست و تنها اینه که من شما به دین برگردیم. تنها منظور اینه که ما توبه کنیم، تغییر در زندگیمون ایجاد کنیم، زندگی اسلامی را اختیار کنیم، زندگی مسلمانان را اختیار کنیم، زندگی اهل دین و اهل حق را اختیار کنیم. منظور من کل همینه. بالاترین سرمایه ما، بالاترین استفاده ما یعنی برگزار کنندگان جلسه آنه که شما با خدا نزدیک باشید. بنده و شما که به خدا نزدیک شدید، توبه نصیب شد در این جام، سخنی در دل ما نشست و برگشتیم به سوی الله. این عرض کنم که عزیزان به مقصدشون رسیدم. عزیزان امروز دیری، فرق امروز و تا فردا دیری عرض کردم، یک هفته دیگه دیری، یک ماه دیگه دیری، معلوم نیست بعد چه بیاید و چه پیش بیاید. هرچه سریعتر در همین جلسه، در همین لحظه تصمیم بگیریم که پروردگارا به سوی تو برمیگردیم و تو را با دل و جان بندگی میکنیم و از کوتاهی های ما به بارگاه خدا عفو بخواهیم و توبه کنیم. فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا. الله گناه را میبخشه و آسمانا یعنی ابرها را بر سر شما میفرسته تا به کثرت ببارد. الله در رزق روزی شما نازل باشه. این تنها راه حل. بنده مطلبی را گفتم و به همون اشاره میکنم که راه حل مشکلات اهل سنت ایران، شیعه ایران، مسلمانان جهان و مردم دنیا، راه حلشون این حل واحده، علاج واحده، دیگر راه نداره. اصلاح بین ما و بین خدا، با خدا آشتیه و با خدا دوستیه و با خدا حساب باز کنیم، حساب دوستی و خدا را به دست بیاریم. با هر کسی از من را مشکل نیست، ولی خدا را از دست ندید. خدا نره از من و شما، قرآن از من و شما نرود. قرآن بره، خدا رفته از من و شما. محمد رسول الله نرود، چرا که محمد رسول الله رفت، خدا رفته از دست من و شما. اطاعت رسول الله اطاعت خداست. من یطیع الرسول فقد اطاع الله. ولهذا این عزیزان من که ما میخواهیم مشکلات اقتصادی ما حل بشه،
مشکلات سیاسی حل بشه، بحران های گوناگون ما پشت سر بگذاریم و در مقابل دشمنان فیروز بشیم، در مقابل نفس و شیطان فیروز بشیم، در مقابل صهیونیست و امریکا و استکبار و شرق و غرب فیروز بشیم و بعد ملت های دنیا در خیر رقابت بکنیم و پیش بریم و جلو بریم، تنها و تنها به دست آوردن رب العالمین. این ذات یگانه محسنمون را به دست بیاوریم و از تقصیرات و کوتاهی ها عفو بطلبیم و عهد کنیم با الله که تو را نافرمانی نخواهیم کنیم. جنازه ما اگر بلند بشه ولی راضی نیستیم که جنازه حکم تو بلند بشه. راضی نخواهم بود که نماز قضا بکنیم، به مفاسد رو بیاوریم، به منکرات و گناه دست دراز کنیم و تو را نافرمانی بکنیم. بهتره که جنازه بنده بلند بشه از این که من خدایم را ناراض کنم و نافرمانی بکنم. جنازه فرزند من بلند بشه، راضیم، خدا فرزندان عمر با برکت بده، ولی راضی نباشم که فرزند من دست به معصیت بزنه، دست به نافرمانی خدا بزنه. خدا را به قهر در نیاورید، خشم خدا را هیچ کسی تجربه نکنه، نافرمانی خدا را تجربه نکنید. شیطان تجربه کرد و تا قیامت رانده شد. آدم تجربه کرد یک گناه را، خطای مرتکب شد ولی توبه کرد و الله بخشید. شیطان تکبر کرد و آدم به فراموشی گناهی مرتکب شد، فریاد کرد. الله نشان داده که آی مسلمانان، جد شما آدم به توبه بخش و مغفرت شد و به مقام قبلی خود رسید، به جایگاه بلند رسید. شما هم به توبه میرسید، استغفار میرسید. الله من شما را همه تون آمادگی دارید انشاءالله. ماشاءالله اگر امشب این جمعیت ماشاءالله که موج میزنه اینجا از جمعیت و خدا بدن بیرون تا کجایی که من نمیبینم، داخل دیگه نمیبینم تا آخر. لحظه اگر امشب رضایت رب العالمین نصیب بشه با توبه و اراده های شما برادران و خواهران و جوانان عزیز قطعی بشه و بنده و شما قطعا تصمیم بگیریم که خدا را نافرمانی نخواهیم کرد، انشاءالله هم مشکلات ما را الله رب العزت حل میکنه. بنده به جایی که نمیخواهم شب زیاد بره، جمعیت سنگینه و میخواهم زود شما را آزاد کنم انشاءالله و حرفهایم را به پایان برسانم. ولی از عزیزان من نگرانم، بنده حقیقتا شما را نگرانم و پریشانم و من لیتهم علما پریشانم و اون نگرانی همین گناه هست که من دیدی. بعضی عزیزان اینجا شاید کلمه تندی گفتم و به ذوق بعضی نخوره، دلخور بشم و من اونا اطمینان میدم که این داروی تلخی اگر کسی میخواد شفا میخواد داروی تلخ بخوره، مخصوصا از دست علما. اگر ما شما را حرف تند زدی از ما تحمل کنید، چرا که علما بغیر از خیرخواهی چی برای شما نداره و در کلمات بنده اگه چیزی تند بود منو معاف کنید، به جز از خیر شما دیگه چیزی مد نظر نیست، در نظر ندارم. مجدد از شما شکر گزارم و نمیدانم که چه کلماتی تعبیر بکنم و تنها این کلمه به زبانم میاد و فکرم که بگم الله رب العزت از شما راضی باشه و الله شما را، خدا از شما تشکر بکنه، چرا که خدا هم شکر گزاری بندگانه. دیگه شکر بنده چه شکری که بنده بگن از علماء شما، از همه، مخصوصا از اجازه بدید که من نام نمیتونم بگیرم ولی 3 نفر اینجا ببینم یا 4 نفر مسنن و معلول و مریضم. حضرت شیخ الحدیث استاد العلماء مولانا محمد یوسف حفظه الله و حضرت مولانا دیدگاه که
پای برای رفتن ندارم، بچه زحمت را میرم. حضرت مولانا محمد گل که بالاخره سر صندلی نشستن و از کمر مشکلات دارم، و مولانا برفی، محمد برفی از منطقه بهیجان و همه شما عزیزان که اینجا تشریف دارید، مسن عزیزان آمدن و صبح اینجا نشسته. توی جلسه های دیشب خاش بود، گوشت، چابهار، سرباز و لیک شهر. این جلسه الحمدلله رحمتی الله سر، این همه رحمت است، مطمئن باشید رحمتی سر است. اگه که شما میایید اینطور خاموش نشستید و گوش میکنید، رحمت من ربک انه هو السمیع العلیم، این رحمت پروردگاره، رجوع شما به سوی دین، برگشت شما به سوی دین. و ما امیدواریم، شدید امیدواریم که به هر حال خدا میخواهد شما را به جای برسونه، خدا میخواهد مشکلات دین و دنیای شما را حل کنه، خدا میخواهد شما را بدرخشانه در دنیا که در دل شما ای پیدا کرده است. کجا؟ من تعجبم یک چیزی عجیبیه که به من گفت که از تربت جام کسی به موتور سوار شده و تا زاهدان بر سر موتور آمده که به جلسه شرکت گفته ممکنه یک جای من جلو نگیره، من نشم با موتور آمده و اینجا کسی به من نشان داد که اینجا نشسته. الله این ملت از ما نگیره، مردم نگیره. ماشاءالله همت شما و وحدت شما، اتحاد علما، الحمدلله اتحاد مردم. ناله که بعضی از عزیزان داشتن از به اتفاقی که خدای نکنه او کسی که نماز میخوانه و خود را دیندار میگه حج رفتن بعد گرفتار تعصبات فامیلی بشه و به خاطر فامیل خدا را در نظر نگیره، حق در نظر نگیره. و بزرگترین گناه از بزرگترین چیزی که کتاب و سنت به آن ترغیب داده عدل، عدالت از نماز کمتر نیست، عدالت از روزه کمتر نیست، عدالت از زکات، بلکه عدالت هنوز مهمتره. ما معتقدیم که عدل فرضی در دین و برادران شیعه ما عدالت تا جز اصول دین میدن. ما میگه اصول دینه و اصل دین عدالت مهمه. این ملک خدا تنها و تنها بقای این مملکت، بقای عالم بشریت با عدل میشه. الله انبیاء را فرستاده برای اقامه عدل و قرآن سوره حدید همین میگه برای عدالت مهمه. عدالت اگر نباشه هیچی نیست، اگر عدالت باشه همه چیز است. آب نباشه، نان نباشه و حساب بخوره، ولی آزادی باشه و عدالت باشه. اینا چیزای بسیار مهم برای از اولین نیاز انسان آزادیه. لحاظا من روی همین یک چند جمله صحبت دارم. امروز سخنرانان یادآوری می‌کردند که نعمت نظام جمهوری اسلامی را نباید کسی در نظر نگیره. نه، ما در نظر داریم. من گفتم نامه یکی از بزرگان با دو نفر امروز صحبتی داشتیم با هم، گفتم نامه من به یکی از بزرگان نوشتم و نوشتم دو چیز من نوشتم اونجا، دو نعمت یاد کردم مال جمهوری اسلامی. گفتم که فضایی که در مملکت ما فضای اسلامی آمده و فضای دینی آمده، ما استفاده کردیم. الحمدلله مردم به دین رجوع کردن، مساجد، مدارس آباد شدن. ما این نعمت نیست که نادیده میگیریم، نعمت باید حق دار. این فضای اسلامی، فضای دینی، انقلاب در اون تاثیر گذار بوده، جمهوری اسلامی در اون فضا تاثیر گذار بوده. و دومین نکته من اونجا یاد کردم که در آبادانی و عمران در کشور جمهوری اسلامی من بارها اینو تکرار کردم که ما شکایت خاصی نداریم
و معتقدیم که بین شیعه و سنی تفاوت چندانی نبوده. بعضی جا شکایت موجوده، البته بر همین بر من بعضی اعتراض کردم، من این سخن گفتم، ولی اعتقاد منه که مسئولین در طول این مدت دولت‌های مختلف که آمدن برای آبادانی عمره هزینه کردن. در مناطق سنی نشین جاده درست شده، عمره هم شده. اما بزرگترین چیزی که امروز جامعه اسلامی را، جامعه اهل سنت پریشان داره و نگران داره و دغدغه اهل سنت در دو چیز خلاصه میشن، در دو محور. یکی آزادی هست، آزادی مذهبی. ما الحمدلله توی مناطقی که سنی اهل سنت اکثریت هم یا اهل سنت قابل ملاحظه، بعضا مشکلات الحمدلله کم نیست و صورت اگر از چیز جزئی طبیعی اینها. ولی ما آنچه که انتظار داریم از این فضای اسلامی و از رهبران نظام و مسئولان نظام اینه که اهل سنت در هر یک جای خالی از اهل سنت نیست. در تمام شهرهای ایران اسلامی اهل سنت هستن. انتظار ما اینه که اهل سنت بتوانن اونجا. کلام تمام نشده بود ماشاءالله. بله، اهل سنت بتوانن نماز آزادانه بخونن، نماز جمعه بخوانن مطابق با مذهب خودشون. اهل سنت مجبور نکنید که پشت سر امام شیعه من شما یا نماز بخوانید یا اگر نه نماز تعطیل کنید. من معتقدم که اگر شیعه نماز میخوانه یا اهل سنت نماز میخوانه غنیمته. بگذارید در مراکز نظامی، در مراکز علمی، در مراکز هر مرکزی از بخوانه، نماز بخوانه. هر کسی که هر چه نماز میخوانه برای نماز آزاد. در تمام بلاد اسلامی و غیر اسلامی، بلاد غیر مسلمانان، برای نماز کسی اساسیت نداره. جمعه میخوانه، عید بخوانه. او رژیم شاه یکی از علما گفته بود که ما میخوایم اینجا نماز جمعه بخوایم، اجازه درخواست کرده بود. الله گفته که اگر جای نماز جمعه شرایطش نیست، اگر حاکم دستور بده، مسئله فقهی بعضی گفتن که اون رفتن روی همون گفتن که ما از بخشدار شاه بگه که اینجا تو دستور بده که ما نماز بکنیم. گفت چه روزی میخوانید نماز جمعه؟ گفت جمعه و شنبه نماز، شنبه هم نماز جمعه بخوان، جمعه هم نماز چیزی نیست که به کسی بر بخوره. این انتظار ما داریم و تعالی 34 سال از انقلاب داره میگذاره. بهرحال این همه مردم واسه یادداشت می‌نویسید که جریان مسجد تهران چه شد، جریان مسجد تهران. این به خدا قسم اینه من میگم که این موفقیت میدانم برای نظام جمهوری اسلامی، برای سربلندی میدانم، عزت میدانم برای برادران شیعه ما که ما مسجدی در تهران داشته باشیم. با ما رفتار همون وحدت آفرین میشه. ما برادریم. ما توی روستاها که اینجا برادران شیعه مسجد دارم، ما خوشحالیم که من رفتم یک خانواده، زن سنیه، بچه سنیه، شوهر شیعه و یک مسجدی داره، بلندگویی داره و اذان پخش میکنه. و چه اشکالی داره اگر در مناطق سنی نشین و تمام جاهای برادر شیعه برادر ماست، برادر اسلامیه و اخوت ما، برادری ما مقطعی نیست و زمانی نیست که در یک مقطع در یک شرایط ما وحدت بکنیم. نه، ما مسلمانیم، دو فرق اسلامی هر دو به اسلام منتسبه و لحظه ما اخوت اسلامیه و ما با یک دیگر رو تعامل بکنیم. اهل سنت در همه جا با شیعه رو تعامل بکنن، حقوق رعایت بکنن. و به خدایی که اینجا من اینجا نشستم بدون اینکه من سیاسی حرف بزنم، من هر جای رفتم پرسیدم، بسیار تاکید کرده که شما باید آزادی برادران شیعه را تامین بکنید. اینجا نباید برادر شیعه دغدغه داشته باشید. توی بسیار همون بلادی که شما در کشوری من نام نمیبرم که بیشتر
شاید از لحاظ سیاسی مشکل داشته باشه، با ایران اسلامی گفته باید شیعه اینجا آزادیشون رو داشته باشن، شیعه باید حق حقوقشون برسه و ما اینجا این انتظار داریم که تو اینجا مورد هر شهر برادران شیعه من ما را تحمل کنند، بگذار ما مسجد درست و نماز و زیر پرچم اسلام جمهوری اسلامی آزادانه خدا را بندگی بکنیم، فرزندانمون رو تعلیم بدیم. ولی خواسته و انتظار و دغدغه است و دومی دغدغه اهل سنت همین که به هر حال نگاه یکسان بشه، تفاوت نباشه بین شیوس، تفاوت نباشه بین اقوام و مذاهب. همه مذاهب اسلامی، همه اقوام به یک نگاه، همه ایرانی هم یک جای من عرض کردم که هیچ قوم در ایران از قوم دیگر ایرانی تر نیست، هیچ فرق از فرق دیگر و هیچ مذهبی از مذهب دیگر، هیچ گرایش از گرایش دیگر ایرانی تر نیست. همه ما ایرانی هست. این هم اقوام هم ماشاءالله، این اقوام چه استعدادی در اینا موجوده و این مذاهب و این همه ایرانی هم. ایران برای ایرانی هست، همه ایرانی و همه دفاع کردن در 8 سال، دفاع مقدس، کشته دادن. الله اگه شرایطی پیش بیاد و تهاجم به ایران صورت بگیره، کشوری تجاوز میکنه، همه در مقابلش میست، کشته میدن. برادر هم هستیم، شریک برادری وطنی، برادری اسلامی، نباید تفاوتی داشت. این تفاوتا نه خدا قبول میکنه، نه قانون اساسی قبول میکنه، نه عرف قبول میکنه. ولذا ما معتقدیم انتظار، همه انتظار داریم که تبعیض و نابرابری نباشه، همه را به یک نگاه بکنن. دولت حاکمیت از ما انتظار داره، مقام معظمه رهبری از ما انتظار داره که ما اطاعت کنیم. ما اطاعت میکنیم، ولی ما هم انتظاری داریم و انتظار ما را هم باید برآورده بکنیم. اگر انتظار ما بیجا باشه و کسی ما را قانع بکنه، دستش را میبوسیم و میگیم والسلام، ما اشتباه کرد. برای فرزندانمون در آینده ما به هر حال نگران نباشیم، افق روشن جلو ما و جلو نسل آینده باشه. این انتظار نیست، این دغدغه نیست. و همانطور که من عرض کردم که ما استفاده کردیم، استفاده بردیم، این هم بگم که در سخت‌ترین شرایط ما سانه را هم رها نکردیم، در سر ایجاد نکرده الحمدلله سنت، نه تفرقه و اختلافه، نه اینکه دست به و وطن فروش باشه اهل سنت، وطن ها بفروشن، چون اکثر اهل سنت به مرزا هستن و یا با براندازها، کسانی که براندازن، گروه های برانداز همراه نشدن، وطن معامله نکردن، نفروختن، اختلاف و تفرقه درست نکردن، نامنی درست نکرده. اگه جای موارده بوده مواردن، این هم بین شیعه بوده بین سنی بوده، ما در سر درست نکردیم، هم توی همه سانه ها حضور داشتیم، ولی مشکلات ما باقی مانده. حالا هم انتخابات ریاست جمهوری است و نظر علما همینه، نظر همه ما همینه، اندیشمندان همینه که به هر حال ما در انتخابات شرکت میکنیم، ولی به چه کسی راه بدیم؟ این مسئله خیلی مهمه. به کسی راه بدیم عزیزان من که سیاه صدر داشته باشه و بتوانه همه اقوام و مذاهب و شیعه و سنی را شهروند درجه 1 قرار بده. همه ما شهروند درجه 1 باشیم، شهروند درجه 2 درجه 3 نباشیم. همه را در کنار هم قرار بده، ما را با هم نزدیک بکنه در واگذاری مسئولیت، مناسب، در استخدام ها، امور استخدامی
یک قوم از قوم دیگری ترجیح حاصل نکنه، یک مذهب از مذهب دیگر، یک درجه اول باشه یک درجه اونها نباشه. ما روزی توی نیروهای مسلح بودیم، فرزندان ما بوده، قربانی داده برای فداکاری داده. و امروز ما گاهی حسرت میبریم که چرا فرزندان ما تو نیروهای مسلح استخدام نمیشه. ما میخوایم برای وطن خدمت کنیم، میخوایم برای وطن کشته بشیم، برای وطنمون بسازیم و میخوایم از وطنمون دفاع بکنه. عزت ایران عزت ماست، عزت اسلام عزت ماه، آبادانی ایران آبادانی ماست. و لحظه ما عزت ایران هم میخواهیم، اما انتظار ما اینه که الان به هر حال مسئولین امر، مسئولین نماز و نظام و خصوصا درخواست ما از مقام معظم رهبری اینه که برای مشکل حل این گره کشوده بشه و انشالله برطرف بشه. الله به همه ما توفیق عنایت بکنه. من جا داره که از مسئولین هم استان و که همکاری کردن، امسال همکاری الحمدلله بیشتر شده از سالهای گذشته و شکر گزاری بکنم به خاطر همکاریشون. و اما انتظارات ما هنوز هست که علمای بلاد نتوانستن بیان. الحمدلله مردم از آمدن، خیلی از مهمانان از استانهای دیگه آمدن، ولی بسیاری از علما نتوانستن بیان تو این جلسه. ولهذا ما دوست داشتیم که علما بیان سخنرانی بکنن. ما بنده میزبانم و عزیزان ما که سخنرانی کردن میزبانم، دوست داشته که مهمانا بیان از داخل کشور و دوست داری که مهمانا از خارج کشور بیان اینجا سخنرانی بکنن، ببینند این رحمت را و ببینند آنچه که اینجا موجوده، قوت را ببینند به نفع مسلمین، به نفع ایران اسلامی. ما خیرخواهیم، ما دلسوزیم و نه عزیزان من ماجراجو هستیم و نه بدخواهیم. همه حرفها را روی دلسوزی میزنیم، روی خیرخواهی میزنیم و الله تعالی توفیق عنایت بکنه که مشکلات حل میشه. و لحظه انشاءالله شما در راستایی که به چه کسی را بدید اینا بررسی بکنه، به هر حال تحقیق کنه چه کسی میتونه مشکلات ما را حل بکنه، این گرفتاری را رفع بکنه. یک مرتبه من یک حرفی گفتم و استاندار همون اصلاحات بود و زمانه بر من اعتراض کردم. من گفتم من را برای ثواب نمیدیم و را برای حل مشکلات نمیدیم. گفته که نه دیگران میگن، برادران شیعه میگن که من را برای خدا ثواب میدیم. من گفتم که برادران شاید مشکلات کمتر داشته باشه، مشکلات ما زیاده و به هر حال ما را میدیم که رئیسی بیه که هم بحرانای داخل و بیرون حل بکنه، هم مشکلات ما را حل بکنه. برای ثواب 2 رکعت نماز میخوام. الله تعالی توفیق عنایت جا داره که بنده از مردم عزیز و دوست داشتنی زاهدان شکرگزاری بکنم و اما این مردم الله جزای خیر همه شما را عنایت کنه. مردم زاهدان که این فضیله‌ای را اون انجام میده، یکی گوشت آورده، یکی پوله، یکی برنج، یکی قنده، اینجا هرچه خدمات این مردم انجام میده، از زنها گرفته، از بیوه زنها گرفته. و یه زن گابی داده بود، گابی گفته که گابا فرزندانش گفته میکشیم میبریم. اون زن هم بلوکه، زنی که سنش میره، به اصطلاح پیر زنه. گفته نه این گاب گفته من زنده بری توی حوزه بری، نکشیم، زنده ببری به حوزه تحویل. ولی لحظه این زنها چه اعتقادی داره، مردان چه اعتقادی داره. الله شما را جزای خیر عنایت بکنه. الله این علمای عزیز، این دانشگاهیان عزیز و فرهنگیان عزیز جزای خیر، این انتظامات، این جوانان، اینایی که آشپزی میکنه، اینایی که در صوت کار میکنه، اینایی که در نقاط مختلف، این همه چادرها را الله شما میره چه هوای خوب چادرها جمع شده، این برای اینه هزینه شده و زحمت که یک گروه اینجا شاید
بیش از 1 ماه است که داره کار میکنه چادر رو نصب کنه و الحمدلله نماز جمعه اینجا برگزار میشه و چه صفایی داره نماز جمعه و پر میشه مصلی از نماز و کل چادر زیرشو پر روز جمعه. ماشاءالله مردم زاهدان چه مردم خوبی هستند. الحمدلله دعای خیر کنه این مردم شما، میزبان شما را دوست دارم و افتخار میکنن که مهمان اینجا بیاید. دعای خیر کنه که الله این محل نماز جمعه شده و درخواست شده برای جایی که نماز عید باشه که این جمعیت 200-300 هزار نفر اونجا بتونه نماز عید بخونه و انشالله ما امیدواریم با همت مسئولی و سعی صدر شما و دعای شما انشالله این سال ما بتونه نماز عید تو اینجا برای نماز الله جا هیچ نیست و برای اینجا نماز بخونه که راحت و فرصتی هم برسه که دعای خیر کنیم و شکر گزار کنیم. ما به خیر مملکتی، به نفع مملکتی، اهل سنت ایرانی و به نفع ایران و ما هرگز راضی نیستیم. قبلا گفته که یک تار موی از سرش یکم بشه سنی کم بشه، یک قطره خون از بینی شیعه بچکه یا سنی بچکه. ما معتقدیم به اخوت برادری را حفظ میکنیم، امنیت هم تا جایی که دست ما برسه انشاءالله تاثیر گذار خواهیم بود در امنیت و انتظار ما اینه که انشاءالله این رسیدگی عاجله. الان زمان رسیده که این مسئله حل بشه. الان بعضی میگه که شما فرصت بدید، فرصت چه اندازه 30 خورده سال و شما الان فرصتی هست که بزرگان قدم بردار این دغدغه شهروندان خودشون، ملت خودشون و عمل با شهروندی این حل بشه و الله تعالی مشکلات حل کنه. و از عزیزانی که بیداری کشیده به هر حال جای تشکر زحمت کشیده علماء، اساتید، مدرسین، همه مردم عزیز. من نمیتونم نام بگیرم. عزیزان نیروی انتظامی واقعا اینجا زحمت کشیده. امروز من رفتم یه سری گرمایی است و تمام روز خدمت کردم. عزیزانی که در بخش امنیت به هر حال زحمت کشیدم و مسئول امنیت هستم، مسئول نظم و انضباط شهرم، به هر حال این همکاری کردم و ما شکر گزاریم. امروز اینجا خیلی بعضی از سخنرانان خیلی سخن خصوصا جا داره که من از جناب آقای طباطبایی خصوصا نامش را ببرم. امام جمعه زابل، برادران سیستانی و زابلی هم اینجا روبروی بنده نشستن. شکر گزار بشن چون که بعضی از برادران اینجا صحبتی او را خیلی خوشحال شده. ماشاءالله امام جمعه خیلی روشنه و به هر حال سخنان هم ایشون سخنان بسیار زیبا و همه الحمدلله هر کسی اینجا صحبت کرده. حالا صحبت هیچ کسی از ما خالی از عیب نیست و برای انشاءالله مجموع فی المجموع الحمدلله امید هست که سخنان مثبت باشه و مقبول عند الله بشه در جهت رضامندی پروردگار قرار. خساره عزیزان من او جماعت در دچار خساره قوم و ملت اگر عملش مورد قبول رضایت خدا قرار بده و ما بسیار به بارگاه پروردگار عاجزی میکنیم که رحمتش را بر ما بخشاید. کل ما را، جن ما را، شهر ما را، استان ما را، کشور ما را، همه استان ما را هر الله زیر رحمتش بگیره و هدایت عام بیاره، رحمت عام محمد. چیزی دیگه حتی کنه به هر حال الله انشاءالله دوستان اعطای جوایزی به هم دانش آموختگان. بله خدا خیر بده مولانا. بله و یکی از نکات مهمی که به شما یاد بکنم جماعت تبلیغ. برای جماعت تبلیغ بعضی استانا ممکنه کم بشناسن، بعضی علما شاید البته استانا بعضی جا شناخت نداره روی جماعت و تقصیری هم نیست. این جماعت
یکی از بهترین جماعت هایی است که تنها و تنها برای خدا کار میکنه، هیچ اغراض سیاسی اغراض دنیوی نداره. اینا مشترکات صحبت میکنه، اینا حتی اجازه نداره وارد مسائل مذهبی بشن، وارد جزئیات بشن. اینا در حد نماز، ایمان، اخلاق، اینا صحبتشون کلی است و جماعت بسیار مؤثر و مفید و توصیه و تاکید من به همه شماهانه ما به خود این کار تشکیل شد، این کار از نزدیک دیدیم، تجربه کردیم، الان هم ارتباط داریم با این کار. از کار بسیار مؤثر، بسیار مفید، تاثیر میگذاره توی جامعه و بخش بزرگ از بی‌نمازی ها به وسیله همین جماعت اصلاح میشه و نمازی به خیر مملکت، به خیر اسلام، به نفع همه مذاهب و فرق، ضرری برای هیچ کار نداره. و لحظه این جماعت حمایت کنید، همکاری بکنید، تشکیل بشید. الله شما را جزای خیر عنایت کنه، الله شما را موفق بداره. و صلی الله علی سیدنا محمد علیه الصلاه و آخر الحمدلله رب العالمین. یک نکته فراموش شد و چابهار رفتم و جلسه بود و زن چابهاری اینجا هستم. از مولانا شیخ الحدیث مولانا عبدالرحمن امام جمعه چابهار همه چند ماه قبل جراحی باز کردن و قلبشون جراحی شده و الحمدلله بهتر، هنوز مقدار ضعف دارن، ضعیفن و همشون اونجا من سفارش کرد که شما به هر حال اونجا تبریک منابع ای عزیزم مردم بگید و وزخواهی را که من مریضم نتوانستم دعوت دادم دوستان نمیتونم بیام و بنده تقاضا دارم برایشون که انشاءالله برایشون دعای خیر کنه که الله شفای ایشون و سایر علما، سایر مردم، سایر مریضان الله شفایشون عاجل و کامل شهرت بکنید و بیوه‌ها را میخواهید ازدواج بدید، وکالت از اونها بگیرید. الله تعالی توفیق کنه. بعضی دختران شکایت دارن که از ما اجازه نمیگیرن، مسئله سرنوشت ماست و اگر ما مخالفت میکنیم توجه نمیکنن. این مسئله شرعیه که باید توجه بشه و مشورت. اگر دختر نخواست دیگه و باید بمانه تا کسی جایی که دلش میخواهد ازدواج داده بشه. الحمدلله رب العالمین والعاقبة للمتقین والصلاة والسلام على رسوله خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض رب العرش الكريم. اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت الحنان المنان، أنت الحنان المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام. هم بفرمايد يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فسبحان من بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وصل وسلم وبارك عليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وملائكتك المقربين وعبادك الصالحين. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وإن لم
تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ولا طاقة. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. پروردگارا الهی همه ما در این محفل، در این مجلس که جمع شده ایم، همه برادران و خواهران، همه به امید رحمت، به امید به دربار تو آمده ایم. اولین تقاضا و درخواست ما عفو گناهانمان هست. گناه کردیم و خطا، عمل نمایه‌هایمان را سیاه کردیم، اما به امید عفو گناه دست گدایی نسجوی تو بارد. تو ارحم الراحمینی، تو غافر الذنوب و قابل التوبی. گناه را می بخشی و توبه را قبول می کنی. خدایا بدبخت اونه که الهی گناهش بخشیده نشه، به دربار چنان کریم و رحیم موجوده مراجعه نکنه و گناهش مورد قرار نگیرد. پروردگارا به دربار تو مراجعه کردیم و تو را زاری میکنیم. برای عفو گناهان، همه گناه زندگی ہمارا بیامرز ببخش. پروردگارا ربا نگرانیم که با این گناه به دار آخرت بیاییم، بار معصیت را حمل بکنیم و به تو مراجعه بکنیم. پروردگارا جایی که توبه نیست و از خواهی پذیرفته نمیشه، امروز در توبه بازه. مرا دریاب عفو گناهان و مغفرت کن، شست و شو کن مرا، پاک بگردان مرا. پروردگارا تو عفو کریمی، اللهم انك عفو کریم تحب العفو فاعف عنا. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. تو بهترین رحم کنندگانی، تو ارحم الراحمینی. بر من رحم مرا از آتش جهنم و جنت فردوس را نصیب ما بگردان. ای خدای مهربان، یا رب العالمین، یا اکرم الاکرمین، یا حی یا قیوم، یا ذا الجلال والإکرام. ہدایت من بده ہمارا، ما برای ہدایت نیازمندیم و محتاجیم. نیاز مهم ماست، ہدایت بده که خطر گمراهی داشته نباشه. مارا ہدایت کامل نصیب کن و استقامت بر شریعت و خاتمه با ایمان و احسان کامل و رضایت کامل. مارا از دنیا با ایمان ببر و ایمان ما را سرمایه ایمان و دین بر ما حفظ بفرما. ما را بی ایمان از دنیا نبر اله. پروردگارا ما را از مفاسد و گناه اله العالمین که گرفتاریم رهایی بده و توبه ما را امشب نصوب بگردان.
توبه نو و زندگی نو نصیب ما بگردان، توبه شیر مردان و شیر زنان را نصیب ما بگردان. تحول در ما بیایا و ربا، تو تغییر و تحول بیاوری پروردگارا، در ما تغییر بیاور، ما را متغیر بگردان به خیر، به خوبی و اله العالمین انقلاب درونی در ما بیاور، انقلاب معنوی بیاور برای ما، سرشار از ایمان و هدایت، سرشار از عشق مولا و عشق رسول صلی الله علیه وسلم، عاشق خودت و عاشق دینت بگردان، متدین و دیندار بگردان، زندگی اهل ایمان و مسلمین نصیب ما بگردان. خدایا تو ربی و ما بنده، تو بے نیازی و ما نیازمند، تو علل بامایی، تو اینجایی خدایا، تو میشنوی صدا را، میبینی گریه را، پروردگارا میبینی که دلا عقده است، دلا دردمندل، پروردگارا این دردارا غیر از تو دیگه کسی نیست که دوا کنه. جامعه گرفتاره، مسلمانان گرفتاره، آل ایمان مورد آزمایشان، به داد مظلومین دنیا رسیدگی کن، به داد مظلومین فلسطین و شام، به داد مظلومین افغانستان، به داد مظلومین دنیا رسیدگی. پروردگارا بساله بیا و پروردگارا از استکبار جهانی و اسرائیل غاصب و همه مستکبران دنیا انتقام بگیر. پروردگارا انتقام بگیر، دریاب مظلومین و بی فنا در ماندگان دنیا را، حالاله که ماندن، پروردگارا دریاب اونا را، آنهایی که غیر از در تو دیگه دری ندارن، امید غیر از امید تو نیست و چاره غیر از تو نیست. برس الها، در رحمت را باز بفرما، در اجابت و قبولیت را باز بفرما، مهربانی کن پروردگارا، بنده نوازی کن. بندگان به دروازه تو، دربار تو آمدن، بنده بگریخت و فراری به در تو آمده، بنده که نفس و شیطان او را شکار کرده به در تو مراجعه کردن. دریا بندگان را بیاغوش رحمتت بگیر و دعا را اجابت کن و بهتر از آن چیزی که خسته شده در حق ما اجابت. دریا پروردگار زنان جامعه ما، جوانان جامعه ما، کشار جامعه ما را هدایت فرما، هدایت عام، رحمت عام، مغفرت عام نصیب به ما و همه مسلمین بفرما. پروردگارا قبولیت عنایت فرما، ما را مقبول درگاهت بگردان، این نشستا مقبول درگاه خودت بگردان. پروردگار ربا بده و خواسته ما را که ما نمیدانیم، بده و خواسته و درخواسته ما که در ذهن ما نیستن و نیاز ما و خیر ما به ما عنایت فرما. پروردگار مردم ایران زمین، مردم سیستان و بلوچستان، مردم تمام استانها، اله العالمین، اهل سنت، شیعه، همه را هدایت فرما به راه راست. این مردم ایران زمین هدایت کن به راه راست، برکات و رحمت و خیرت را بر ما و همه مسلمین نازل کن، همه مسلمین هدایت بده، برگردان کشورهای اسلامی را و بلادی که عالم مردمشون اینجا، خدایا به اون بلاد افغانستان،
پاکستان، تاجکستان و سایر این بلاد اسلامی، دیار اسلام، امارات و غیره، همه را خدای هدایت فرما به سوی خود و رحمت و خیر و برکات فرما و همه مسلمینی که گرفتاران، پریشانان، به داد مادران داغ دیده میرس، به آه طفلان و به آه کسانی که عزیزان خودشون را از دست دادن میرس. پروردگارا همه سفارش دادم من همه را حل بفرما و به خواسته های همه ما و همه کسانی که درخواست دعا کردن رسیدگی بفرما. مملکت ما را آباد بفرما، ایران اسلامی را و اله العالمین امن بفرما، شهرهای ما را و شهرهای اسلامی را. پروردگارا مردم اله العالمین که اینجا در دیزار شد، کسانی که اختلاف پیدا کردن قومی، اختلافشون حل بفرما، خانوادگی حل بفرما، کشوری حل بفرما. پروردگارا شیعه و سنی را اخوت و اله العالمین مسالمت زیستی و برادری نصیب بفرما. پروردگارا همه فرق اسلامی را اخوت اسلامی نصیب فرما، مذاهب اسلامی اختلاف را بردار. پروردگارا گذشتگان همه که رحمت کن. روح بلند حضرت مولانا عبدالعزیز، حضرت مولانا یار محمد، مولانا خدا نظر، حضرت مولانا محمد عمر، حضرت مولانا قمر الدین، حضرت مولانا عبدالواحد گشتی، مولانا شهداد و مولانا عبدالعزیز، مولانا عبدالستار کرد، مولانا محمد عیسی، مولانا نعمت الله، مولانا عبدالحکیم، مولانا عبدالرؤوف، مولانا نور محمد و سایر علماء این شهر و این بلاد و کل العالمین علماء سطح ایران که از وفات کردن در جوار بهترین رحمت جا عنایت، مخصوصا پروردگارا او کسی که بانی این خیر و همه خیر اله العالمین سهم بزرگش آن حضرت مولانا عبدالعزیز، حضرت مولانا یار محمد، فرزند گرامی حضرت مولانا عبدالملک، اله العالمین در جوار بهترین رحمتهای عزیزان و همه علماء ما، گذشتگان ما را مغفرت فرما، آبا و اجداد ما را، قبرستانهای ما و مسلمین مغفرت فرما. پروردگارا مریضان شفا بده. پروردگارا از کجا کجا دعا برای مریضان، الله همه مریضان عزیزانی که درخواست دعا کردن، الله زندانی ها را که مرتب تماس میگیرن جب عزیزانشون، الله نجات عنایت فرما، آزاد فرما، مخصوصا کسانی که زیر حکم سنگینی برایشون بریده شده، برای اونا فرج بیاور، اونا را از غیب مدد کن. پروردگارا جمیع کسانی که درخواست دعا کردن اله العالمین، بدهکاران را اله العالمین، ورشکستگان را، بی اولادان را اله اولاد بده، ورشکستگان الله روزی بده، الله تنگی روزی، کساد بازار را و الله تحریم اقتصادی را از مملکت ما بردار، بازارهای ما را رونق بده، کشاورزی و دامداری رونق بده، به معاش مردم ما و معاد و قیامت و دینشون برکت عنایت فرما. پروردگار جمیع کسانی که اله العالمین جو زحمت کشیدن، اینجا خرج کردن، اینجا اله العالمین هزینه کردن، جانی و مالی قربانی دادن، خدایا جزای خیرش عنایت فرما. پروردگار رحمت های خاص خودت را بر همه مولا نازل بکن. برادران انتظامات، برادران انتظامی که زحمت کشیدن، برادران دیگر مسئولین سیاسی که زحمت کشیدن اینجا آمدند یا همکاری کردند، برادران صفا همکاری داشتند، برادران مسئولیت امنیتی را در همکاری داشتند، مسئولین سیاسی، پروردگار همه را به خیر راهنمایی بفرما. همه کسانی که اینجا کمک کردن به هر نحوه در قسمت‌های مختلف،
شعبه های مختلف در قسمت آشپزخانه، تهیه غذا، توزیع و تقسیم غذا و همه امور. پروردگار جزای خیرش و عنایت برکتش و عنایت. پروردگار این مسجد که دارد زیر بنای این را برگاه خودت قبول فرما و این را تکمیل فرما. پروردگار من دعایی که حضرت ابراهیم خواندن کردن من دعا ما میکنیم که ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم و تب علینا انك انت التواب الرحیم. پروردگار این مدرسه دارالعلوم را، مسجد مکی را پایدار بگردان و العالم خیر و برکاتش را به همه دنیا برسان و الا این عمل باقی حضرت مولانا عبدالعزیز، مردم عزیز زایدان و جمیع اساتید و کسانی که دست داشتن، عمل ماندگار و باقی برای همه خیر بگردان. همه مدارس دینی ما را، مکاتب ما را، مساجد ما آباد بفرما. پروردگارا دین و دنیای مردم ما را رونق بده و آباد بفرما، خصوصا کسانی که بی خیرها کمک میکنن. پروردگارا الهی انتظار مصلی و عیدگاه هستیم برای رمضان، عید رمضان. خدای عنایت بفرما، خدای همه کار به دست تو انجام میگیره، الهی کار انجام بده. این نیاز، ضرورت، پریشانی مردم ماست. عاقبت ہمارا بخیر بگردان الہ العالمین و همه قصدها را برآورده بفرما. ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم. خدایا بسیاری الہ العالمین نامه نوشتن، سفارش کردن، تو همه را از ما بهتر میدانی. حاجتشون را حل فرما، مشکلاتشون را برآورده فرما. هم عزیزی که نوشته بود من معتادم، اسخایی کرده بود، پروردگار همه معتادان ترک اعتیاد نصیب بفرما و مریضی اعتقاد و تمام گناه را ریشکل بفرما. توفیق اقامه نماز عنایت فرما، توفیق خیر عنایت فرما، متدین و دیندار و عاقبت برای الله حضوری همه اجزان قبول فرما، مقبول بدار. الله ما را به دعای تو شقی نگردان، لا امید و محروم نگردان. دعا را بپذیر. ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم و تب علینا انك انت التواب الرحیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله و صحبه اجمعین برحمتك یا ارحم الراحمین. فرماندار امروز تشریف آورده صحبت کرد و معامل استندار آمد و به هر حال الله خیرشون بده جمعی کسانی که